ماشاءالله. بچه‌مون سرما خورده. بریم میریم توش. توش. نه روش نمیریم، ما میریم تو روش. روش نمیریم، ما میریم تو. ما واقعا تصادف کنیم میریم روی ماشین یا میریم توش؟ نه میریم روی ماشین. مطمئنی؟ آره. یعنی قشنگ میریم روی ماشین. حالا بالاخره یه جایش. بین علما اختلاف افتاد. میخوام برم عرضکنام نه قشنگه. دختری از سبززار همش خیلی قشنگه. خوابم میاد ریس تو کارتونی دیدم، صورت تو نایلونی دیدم. ببینی خوشگل کردم که ویدیو بگیرم. یک رو بنداز اینجا آروم بید. ما شب رسیدیم کلیبر، خونمون رو تحویل گرفتیم، وسایلامون رو جابجا کردیم، غذا درست کردیم. بعد دیگه انقدر خسته و گرسنه بودیم که از این مرحله فقط همین یه دونه فیلم ساندویچ هم مونده برام. ما میخوایم که بخوابیم ولی خیلی سرده. میخوایم اینو روشن کنیم، پریز برق پیدا نمی‌کنیم. پیدا کردم. کو؟ الان میگم. کو؟ موز. سلام. بیا آروم بیا، زنبور هست. آروم بیا. زنبور. نشسته بود. ببین زنبورو. زنبور اصلا. سلام زنبور. سانزورا نشد. نه اذیتش نکنید نیش نمیزنه. این همیشه یادتون باشه که اگه یه زنبور رو اذیت نکنید و کاری به کارش نداشته باشید، اونم کاری به کار شما نداره. کلا همه موجودات حیات وحش همینطوری هست. ببین زنبور خودش موجود به زیبایی. حتما من گلم اومد نشست رو من. آره. پاییز کلیبر چقدر خوش شدی. زنبورم رفت. ما شب و
تو خود شهر کلیبر موندیم، تو خونه موندیم و بعد دیگه خیلی خسته بودیم و حسابی استراحت کردیم و صبحش بیدار شدیم و اینجا داریم میریم سمت ارتفاعات کلیبر و مسیرهای آفرودی. بله و اما همانطور که مشاهده می‌فرمایید پراید رول نسل جدیدی از ماشین‌های آفرودی. Siyah sen dostlandı bu tasmacatı var. Mağaram bak خودت ببر sağlar yol yok دیگه الماقا جده آراشیسن. ایشون هم همون نازیله خانوم هستن که الان آهوی تیزپا شدن. شب یه دونه بگزا زدیم براش. الان های های سلام. موهای پریشون افشون. بذار کفشامو نشون بدم. هوا سرده. میکروفون داریم. حواسم نبود. دستم زدم. هوا سرده. نه سرد نیست. خیلی هم سرده. اصلا سرد نیست. من سردم. میگه چقدر سردی تو. من گرمم. سردن. اولین بار در طول تاریخ من گرممه، سالار سردش. همیشه برعکس. منظره رو ببینی. یه ذره صدا نده. صدای طبیعت. خودت صدای طبیعت در نیار.
مرد بقا. این ماشین قوی هیکل هر چیزی رو میکشه میندازه اونور. بالاخره یه فرق بین ماشین آمریکایی و چینی و کره‌ای و لند کروزر ژاپن. تویوتا دیگه. ژاپن خودش خوبه دا، ولی از نظر قدرت هیچ کدوم ماشین آمریکایی نمیشه. من قبل از اینکه با سالار ازدواج کنم عاشق پاترول بودم. یعنی پاترول با دنیا عوض نمیشه. عاشق ژاپن بودم، ماشینای ژاپنی. ولی دیگه الان از ترسم نمیتونم صدامو در بیارم. آتیش روشن نکنیم. بعد دوستامون همه 6 نفر رفتن اون بالا. یه لوکیشن خیلی زیبا هست که اونجا عکس بگیرن اینا. ما نرفتیم، ما موندیم کنار ماشینمون. بعد اینکه میخوایم آتیش روشن کنیم، بعد نهارمون هم سیب زمینی تخم مرغ تنوریه با کره و سس و نوشابه و زغال. لایک سابسکرایب اون زنگوله اعلام السلام بزنید. نور رفت. آره. خب داره هوا تاریک میشه. خورشید از اون ور میزنه. برگردیم اون ور. خورشید از اون ور در میاد. خورشید پوشتش بیماست. خورشید اگه برگرده همه این آسمونا کوها اینا میسوزونه. چه خوب شد. صندلی بدم؟ آره. نمیدم. حتی برو منم بشینم کنارت. برو اونجا بشین. خیلی دور میشیم. خب دوتامون بریم اونجا بشیم، جا میشیم. آی چیزی که به پول میرفت به چوخ رفت. رفیق من سنگ صبور غم‌ها بیا دیدنت خیلی تنها. هیچکی نمیدونه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوازی دارم. الان به نظرم 2-3 ساعت دیگه آفتاب میره. 2-3 ساعت؟ چند ساعت؟ 2-3 آره دیگه 4 اینا تقریبا آفتاب میره. البته هم چیزی هم نمیره. آره داره میره آخراش. بعد دیگه سرد میشه اینجا، یخ. همین الانش هم سرده. ایشونو ببین با کاپشنه. من یه ذره گرممه. زمین یخ بزنه از سرما، باید این منطقه رو ترک بکنیم. یخ نمیزنه بابا. چرا یخ میزنه؟ در اون هست، سرد نیست. هستش بابا نیست. خیلی دوست داشتم این ولاگمون طوری باشه که اولین ولاگ سفرمونه تو چادر سقفی بمونیم، بخاریمون رو روشن کنیم و اینا. ولی اون یکی ماشین چادر سقفی نداره. این ماه میخواد بزن. انشالله مسافرت بعدیمون تو چادر سقفی میمونیم. ما اصلا عادت نداریم بریم خونه بگیریم تو خونه بخوابیم و اینا. اصلا چندشمون میشه. اولین بارمون بود بعد از مدت ها. من احساس میکنم دارم سقوط میکنم. بذار ببینم. برو بابا. نه نگاه کن. 99% بازن تو سنگه. اونوری؟ به پشت. بابا نه. میرم صندلیامو بیارم، خسته شدم اینجا. نشیمنگاه هم درد گرفت. نتونستم دیگه بشینم. بیا تو اینور بشین. بیا. اینور صافه خوبه. بیا. اوکی. خوردم. صدای چی بود؟ گوزیدی؟ نه به خدا. پشمام. من میترسم. مادر بگاه. به خدا میترسم. بابا صدای خرس بود. به خدا صدای خرس بود. من میترسم. حتی اون ور در ماشین رو میبستیم. خرس نیاد تو ماشین. آره. خواستیم پناه بگیریم از این ور میدویدیم میرفتیم توش. میدونی ما از اینجا بریم خرس از اون ور میاد تو. میدونی؟ میدونی چرا؟ میافتم. نه راحت تو چیش کنم؟ برای چیش میکنم. میرم اونور ماشین چیش کنم؟ ترسیدی ویدیو بگیرم؟ من بشنم این ور. آخیش خب اونجا میخوایم راه بریم. میدونستی که تو دوباره میکروفون داری و داری میری این ور اون ور میرینی تو ویدیو. من واقعا سردم. خب چیکار کنم؟ بیا آتیش روشن کنیم دیگه. بریم توپ پیدا کنیم. بیا اولش گفتم آتیش روشن کنیم. بریم توپ موب پیدا کنیم. باش. بریم توپ موب پیدا کنیم.
یه چیزی پیدا کردیم. دور گوهره. نه نرمه. واستا میوه درخته. نه بزن ببینم. نه بعد خیلی بامزن و اصلا ببین یعنی گرده یا از اینا پیدا کنیم. پیدا کن بیادم اینجا بودم. نگاه کن. اینه ها یه حس غریبی میدهد به آدم. اینا چی هم؟ نگه دا خوش کنیم. آخه اول نرمه بسا نگاه. یکیش افتاد. فن سالار در آوردم. سالار رفت. در سنگینه. خب سالار رفته چوب پیدا کنه. منم میخوام از اینا پیدا کنم. خب خاویار گیاهی هستن. خب دقیقا شبیه خاویارای گیاهیه ولی خب اونجا خاویار گیاهی شاید مثلا خوردن ریخته رو زمین. احتمالا خوردن ریخته رو زمین یا نمیدونم میوه درخته. نمیدونم آخه کسی اینجا نبوده. خاویارا خوش نمیشن مگه؟ تو این مدت خوش نشدن؟ بعد آخه زیاده یعنی آوردن همه رو ریختن. خوشم میاد ازش. پروانه. دوتاست. یه دونه دیگه. ای وای. 2 تا پروانه پیدا کردیم. 2 تا پروانه پیدا کردم. یه چیزای عجیبی داریم از بودن پیدا میکنیم. یه ذره دیگه بگه طلا ملا هم پیدا میکنیم. بگرد. ببین این پوسته تخم مرغه. اینا تخم مرغ خورد. کو راست میگی. از این پروانه ها رو کیکای تولد میذارم. من برای دختر خالم خریده بودم از اینا داشت. ما رفیقامون برگشتن. بعد که میخوایم آتیش روشن کنیم غذا درست کنیم بخوریم. کشو بدم کلافتشو بدم.
مثل یک آدم بال و پر شکسته ام من، خسته‌ام از این زمونه، از لونه های بیاشیانه.